من به شما بگم کسایی که برای جمهوری اسلامی اعتقاد قلبی من از هیچ جا حقوق نمیگیرم، خدا رو گواه میگیرم، به همین پیرن مشکی ابو عبدالله قسم میگن قسم نخورم و این نمیخوام قسم بخورم که بگی، و همین مکان مقدسی که مسجد دارم من از هیچ جا حقوق نمیگیرم، استخدام هیچ جا هم نیستم، خودم دانشگاه حق و تدریسی هم تا حالا هم یک قرون پول حساب دانشگاه حساب من نیومده، اینو بهتون بگم. هی میگن ترم بعد میریزیم، ترم بعد میریزیم، همونم ندارم. هیچ دلیلی نداره بخوام چیزا. من اعتقاد دارم کسایی که دارن ضربه میزنن به جمهوری اسلامی با دزدیاشون، با پدرسوختگیاشون، با دعواهای سیاسیشون، اینا با اشعث ابن قیس ها مکفور میشه، اینا با محمد ابن اشعث ها فرقی نداره. هر کسی که بیاد آقا پس فردا یه جوونی بدبین بشه به دین بگه رفتم فلان اداره از من